آیا رونالدو نزدیک بوده فوتبال واسه همیشه کنار بذاره؟ آیا رونالدو روزی 1500 تا درازنشست میزنه؟ آیا رونالدو تاتو نمیزنه؟ سلام، من آرام آژاندم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو تاپ 10 دیگه از فوتبال یونیورس. تو این ویدیو قراره 10 تا شایعه یا واقعیت رو درباره رونالدو با هم دیگه بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید چون ممکنه شماره 10 چیزی باشه که تو ازش بیخبری. شماره 1. رونالدو نزدیک بوده فوتبال واسه همیشه کنار بذاره. این حقیقت داره. رونالدو تو سن 15 سالگی یه جراحی قلب انجام میده و نزدیک بوده فوتبال واسه همیشه کنار بذاره، اما بعداً به فوتبال برمیگرده و دیگه موفق میشه. شماره 2. رونالدو روزی 1500 تا درازنشست میزنه. این یه شایعه است. خود رونالدو گفته که این حقیقت نداره، ولی خب تمرینات خیلی سختی داره، ولی این حقیقت نداره. شماره 3. آیا رونالدو واقعا تتو نداره و این کارو به خاطر اهدای خون انجام میده؟ بله، این درست. رونالدو هیچ تتویی نداره و فقط به خاطر اهدای خونه که تتو انجام نمیده، چون مرتب هر هفته خون اهدا میکنه. شماره 4. آیا رونالدو واقعا بیشترین توپ طلا رو داره؟ نه، این یه شایعه است. اینا همه میدونیم که مسی توپ طلای بیشتری نسبت به رونالدو داره. شماره 5. آیا رونالدو واقعا تو ارتفاع 2.5 متری میتونه سر بزنه؟ بله، این واقعیت داره، چون رونالدو بارها این کارو تکرار کرده و تو ارتفاع 2.5 متری تونسته ضربه سر بزنه. شماره 6. آیا قرارداد رونالدو تو النصر شامل سفیر عربستان تو سال 2030 هم میشه؟ این شایعه است، چون باشگاه النصر اعلام کرده که فقط قرارداد فوتبالی با رونالدو داره و این موضوع رو تکذیب کرده. شماره 7. آیا رونالدو میخواد بعد از فوتبال بازیگری رو ادامه بده؟ این یه شایعه است. درسته که رونالدو خیلی علاقه زیادی به بازیگری داره، اما هنوز چیز رسمی اعلام نشده و خودش این موضوع رو اعلام نکرده. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. شماره 8. آیا رونالدو واقعا بیشترین گل زده ملی رو داره؟ خب احتمالاً همه ایرانی‌ها اینو میدونن که رونالدو بیشترین گل زده ملی رو داره تو بازی‌های ملی و چند سال پیش بود که رکورد علی دایی اسطوره فوتبال ایران رو شکست. شماره 9. آیا رونالدو واقعا یکی از پردرآمدترین ورزشکارهای تاریخه؟ بله، این حقیقت داره، چون بر اساس آمارها درآمد رونالدو همیشه بین پردرآمدترین ورزشکارها بوده. شماره 10. آیا رونالدو واقعا یه بار تمام هزینه یه بیمارستان رو خودش پرداخت کرده؟ بله، رونالدو همیشه و همواره کمک‌های مالی و بشردوستانه زیادی انجام داده و بیمارستان‌های زیادی تو پرتغال بودن که با هزینه رونالدو ساخته شدن. خب اینم از یه تاپ 10 دیگه. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها بگین که شما چه شایعه یا واقعیت عجیبی درباره رونالدو شنیدین و سابسکرایب کانال یادتون نره.